بسم الله الرحمن الرحیم. خب سپاس پروردگار رو که فرصت دیگری به ما نصیب کرد که بتونیم داستانی دیگه، سیمایی دیگه از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بخونیم. هرچه این داستانها رو بیشتر باهاش آشنا میشیم، با این سیماها و تصاویر زندگی و حالات ایمانی اینها، بیشتر درک میکنیم تطابق و واقعیت دین با حالات انسان رو، که چگونه برنامه الهی، چگونه اسلام که به عبارتی قرآن و سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، زندگی انسان رو متحول میکنه. انسان رو از جاهلیت، از شرک، از خرافات، از عصبیت، از دنیا پرستی، از بندگی برای این و اون، از قبر پرستی، از همه این مصیبت ها انسان رو خارج میکنه به سوی نور و حقیقت و به سوی بندگی. و امیدوارم که بتونیم این داستان رو هم با هم بخونیم. داستان بانوی بزرگواری دیگه، صحابیه دیگری به نام النوار بنت مالک انصاری، به عبارتی نوار بنت مالک انصاری رضی الله عنها. خب میگم این اسمها همه برای ما عجیبه، جدیده، چرا که ما متاسفانه با تاریخ اسلام اونطور که باید شاید هیچ وقت آشنا نبودیم. فقط چند تا اسم ما همیشه گفته شده و شنیدیم و فکر میکنیم اسلام فقط در چند نفر خلاصه میشه. در حقیقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این دین خودش رو، این حقیقتی که خدا بهش داد، در بین شاگردان فراوان خودش به صورت گسترده آموزش داد و اونها ممتازان و برگزیدگان این مکتب هستند و اینها هزاران هستند که فقط تازه ما هر چقدر تلاش بکنیم تعداد اندکی از اینها رو میتونیم یادآوری بکنیم. و مجموعی این حقیقت مجموعی که مرکب از هزاران هزار انسانی است که دست به دست هم دادن تا نسل به نسل، بعد به نسل‌های تابعین و تبع تابعین ها انتقال پیدا کرد. و امروز من و شما افتخار میکنیم به اینکه مسلمانیم. من و شما یک فرهنگ گسترده و بزرگ و عظیم رو از فرهنگ دینی داریم که این نکته قابل اهمیت هست. بله، میریم سراغ داستان، ببینیم که واقعا داستان چگونه است. داستان نوار بنت مالک انصاری چه داستانی است؟ از همون لحظاتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه میاد، مردان و زنان انصار بدون هیچ تأملی، بدون هیچ خصاصتی، بدون هیچ درنگی تمام تلاش خودشون رو میکنن تا بتونن رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مهاجران حمایت کنن و در کنار اونها باشن. به ویژه زنان انصار مشهور بودن به اخلاق خوب و رفتار خوب و مهمانداری و به هر طریقی سعی میکردن که خوشحالی رو به قلوب مسلمانان که مهاجر هستن بیارن و اونها رو از غم و اندوه دور کنن. به ویژه در مورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر کسی سعی میکرد به هر طریقی شده کاری کنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم خوشنود بشه. و این فهم و درک و درایت اونها نسبت به این جریان بود. خب این بانوی بزرگواری که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، خب یکی از زنان انصار هست. نوار یکی از زنان که انصار هست که دارای فضایل فراوان هست، زنان نجیب، مؤمنه، زنانی که با حقیقت فطرت پاک خودشون تونستن این حقیقت رو درک بکنن و ایمان رو و مال و دارایی و فرزندان خودشون رو در راه خدا تقدیم بکنن برای ایجاد محبت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و خب خداوند این سیمای این زنان صحابه یا مردان صحابه انصاری رو خیلی زیبا مطرح میکنه. یا کنید قسم من لازم هم نیست که بریم تاریخ و این ور اون ور بخونیم. وقتی قرآن میگه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی مهاجران رو که بعد هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم در رأس اون هست، بر خودشون ترجیح میدادن، بر اون چی که داشتن بهشون تقدیم میکردن، هر چی که ممکنه خودشون در سختی و مشکلات بودن. و این آیه 9 از سوره 8 عملا سیمای زیبا و با فضیلت انصار رو نشون میده، به ویژه زنان انصار، چرا که اینجا نقش زنان انصار خیلی مهمه، نقشی که باید واقعا در تاریخ اسلام بهش توجه بیشتری بشه و ما نگاه بکنیم. توجه شده اما در مرور زمان خیلی اتفاقها افتاده که واقعا جای تأمل هست. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر همین اخلاقی که الان همین بانوی بزرگوار النوار بنت مالک داره، ایشون رو بهش میگه بارک الله فیک، یعنی به پسر ایشون، و فی امک،
و به خاطر مادرت خدا به مادرت هم خیر و برکت بده. این سخن پیامبر هست که به نوار بنت مالک نجاری انصاری داره در واقع میگه که یکی از همین زنان با نجابت و بزرگوار هست. خب نوار همسر کیه؟ همسر ثابت ابن ضحاک خزرجی هست. خوب دقت بکنید، نوار همسر ثابت ابن ضحاک خزرجیه و ایشون فرزندی به دنیا میاره از ثابت ابن ضحاک. فرزندش که زید ابن ثابت. زید ابن ثابت که خب زندگیشو خوندیم، صحابی بزرگوار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، صحابی پیامبر هست، کسیه که جزو شخصیت ها و دانشمندان جهان اسلام حساب میشه و این خیلی مهمه. خب در هر صورت و برادر زید را هم به دنیا میاره که اسم برادرش هم یزید هست. اما همسر ایشون ثابت قبل از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه بیاد، در اون جنگ بعاث که هم 5 سال قبل از بعثت بوده، در اون جنگی که واقعا تعداد زیادی از اوس و خزرج کشته شدن در مدینه، شوهر ایشون کشته شده بود و زید در زمانی که پدرش کشته شده بود 5 سال داشت. حالا 5 سال بعد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرد، عمر زید چقدر میشه؟ 10 سال هست. یک پسر نوجوانه 6 سال داشت، معذرت میخوام، وقتی پیامبر هجرت کرد عمر ایشون 11 سال بود. در هر صورت نوار بنت مالک با عمار بن حزم زید انصاری ازدواج میکنه که ایشون هم از اصحاب پیامبر هست. در واقع نوار جز زنانیه که میگن دارای عقل و فراست زیادی بود، دارای یعنی یک رأی محکم، اصطلاحاً میگن طرف دارای یک حکمت در رأی و نظر هست، خوب تشخیص میداد چه کار باید بکنه و خوبیشون تشخیص داده بود. بیاد داشت در اون جنگ سنگینی که در جنگ بعاث بین اوس و خزرج شد، چگونه تعداد کثیری از مردان مدینه از بین رفتن که اون زمان اسمش یثرب بود و خوب درک میکرد که بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، هجرت ایشون به مدینه و این برکت اسلام چه محبتی ایجاد کرده بین اوس و خزرج، بین مسلمانان با هم دیگه، و این رو خوب درک میکرد. یعنی از همون ابتدا که مصعب بن عمیر سفیر پیامبر به مدینه میره، ایشون هم جزو همون کسانی است که توسط ایشون مسلمان میشه و آیات الهی رو با جان و دل سعی میکرد حفظ کنه، بفهمه و به فرزند خودش، به پسر خودش که در اون موقع پسر 10 ساله بود، زمانی که پیامبر هجرت کرد پسرش 11 ساله شده بود، به زید ابن ثابت آموزش میداد اینها رو، تا جایی که گفتیم زید ابن ثابت شد امام بزرگی شد، جز کبار علمای صحابه شد و شخصیت قارئ بود، کسی که بود متخصص در علم فرائض. ولی من در مورد ایشون ما صحبت کردیم، میتونید به کانال یوتیوب کلمه مراجعه کنید و ببینید زندگی زید ابن ثابت رو، جز کاتبان وحی است و چقدر باهوش بود. پیامبر وقتی مدینه هجرت کرد، خب زید مسلمان شده بود و پسر 11 ساله بود. پیامبر بهش گفت برو خط عبری رو، اصطلاحاً خطی که یهودیان باهاش می‌نوشتن، این رو یاد بگیر خود تا ما بتونیم، چرا که آدم اگر ما ندونیم زبان اینها رو، قوانین اینها رو و اون کتاب‌های اینها رو، از اونها در امنیت نخواهیم بود. ایشون رفت این رو یاد گرفت کاملاً به خیلی حرفه‌ای که برای پیامبر به عنوان کاتب پیامبر بود که این موارد رو می‌نوشت. حالا اینا بحثی که خودتون میتونید در مورد زید ببینید. در هر صورت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه اومد، خب در خونه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اقامت گزید. خداوند این گونه کرد که ایشون در اون خونه باشه، این بر برکت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابو ایوب انصاری برسه. پیامبر در اونجا بود، در خونه ابو ایوب انصاری، تا اینکه بالاخره مسجد نبی ساخته شد، خونه هایی هم که برای پیامبر اونجا اطرافش بودن ساخته شدن. خیلی چیزهای ساده و در حد همون زندگی خیلی واقعا ابتدایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، که خب اهل دنیا نبود مثل پادشاهان و فلان اینها، اما تا زمانی که ایشون در خونه ابو ایوب انصاری بود، خب سعی می‌کردن زنان انصار برای پیامبر هدیه ببرن، غذا ببرن، فلان ببرن، امثال اینها. اولین غذایی که میگن برای پیامبر هدیه برده شد، غذایی بود که مثلا یک سینی غذایی بود که نوار فرستاد، مادر همین زید بن ثابت، برای پیامبر. و وقتی که این برد برای پیامبر و پیامبر این هدیه رو دید و خب اولین هدیه بود که خب پیامبر داده شده بود، اونم در خونه ابو ایوب انصاری. خب غذای خیلی ساده و راحتی بود. بعد گفت اینو کی فرستاده؟ گفت مادرم اینو برای شما فرستاده. درش نون بود و بالاخره با مقداری روغن و شیر، شاید با هم مثلا تیریت شده بود به این صورت. بعد پیامبر این جلوی پیامبر گذاشت و پیامبر گفت که این رو مادر من برای شما فرستاده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتش که بارک الله فیک و فی امک،
خداوند خیر و برکت رو نصیب تو و نصیب مادرت بکنه. و پیامبر از یارانش خواست که همه از این غذاها بخورن در هر صورت که آورده بودن. بعد از اون میبینید که سینی از جانب سعد بن عباده میاد که خب بالاخره در اون گوشت و موارد دیگه هم بود و بالاخره سعی می‌کردن این قبیله بنی نجار و انصار، کسانی که همسایه بودن، تا زمانی که پیامبر در خونه ابو ایوب بود برای پیامبر بالاخره غذا ببرن. و همیشه میگن هر وقت میرفتیم می‌دید دو سه تا نفر مثلا دارن محبتشون رو نسبت پیامبر نشون بدن، خوش به حالشون. واقعا اینها چنین فضیلتی شامل حالشون بودش که مثلا نقل میشه مثلا در یک شبی که اونجا کسی رفته بود، میگه مثلا دیدیم که سینی غذای وارد سعد بن عباده، اسعد بن زراره. و خب به ویژه این نوار مثلا می‌بینید که این غذا فرستاده بود که ام زید بود برای پیامبر خدا. نکته جالب دیگری که وجود داره، قبل از اینکه مسجد نبی ساخته بشه، چون خونه نوار بنت مالک یا مادر زید بن ثابت خونهشون بلندتر از خونه‌های دیگه در حول و حوش بود، بلال مؤذن رسول خدا صلی الله علیه و آله میرفت روی خونه ایشون، از بالای خونه ایشون اذان میداد برای نماز، که خب چون اول در همون محوطه میخوندن، کم کم خب مسجد ساخته شد اینها که اونجا یک جایی رو درست کردن که پلکان میخورد و بعد مثلا بلال بالا میرفت و اذان میداد. و این خب خودش رحمت الهی بود که واقعا نصیب این خانواده شد. که نقل میکنن، ابن سعد میگه که از قول نوار نقل میکنه که مادر زید بن ثابت میگه کان بیتی اطول بیت حول المسجد، خونه من بلندترین خونه اطراف مسجد بود. فکان بلال رضی الله عنه یؤذن فوقه من اول ما اذن، بالا اذان میداد و اولین کسی بود که اون بالا اذان داد، تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مسجد خودش رو ساخت و بعد ایشون خب در اون مسجد میرفت و راه پله‌ای درست کرده بودن که میرفت بالای اون نماز میداد که اذان میداد. در هر صورت در واقع پشت بام خانه نوار اولین میشه گفت مناره‌ای است که در مدینه بر روش اذان داده شده تا نمازی خونده بشه و یاد الله رب العالمین در اون ذکر بشه. خب طبیعیه که این کسانی که در صحبت و شاگردی رسول خدا صلی الله علیه و آله هستن چه شرایطی دارن. و نوار هم جایگاه خاصی بین زنان انصار داشت و نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، همچنین نزد خلفای راشدین، به ویژه که خب بالاخره ایشون مادر زید بن ثابت بود. زید بن ثابت شخصیتی گفتیم که حتی بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق جمع‌آوری قرآن رو به ایشون سپرد که بتونن که بالاخره نگاه کنن که خدای نکرده اینشون قرآن ها در سینه های افراد بود و وقتی برخی به صورت ممکنه پراکنده در خونه ها داشتن، به صورت مصحف کامل جمع‌آوری بشه با شهادت قراء مسلمان در جنگ در برابر مسیلمه کذاب. این اتفاق احتمال پیش می اومد که مبادا خدای نکرده این حفاظ قراء بی قرآن از دنیا برن و خدای نکرده قرآن از بین بره، که این خدمت بزرگی که اینجا انجام داد زید بن ثابت انجام داد. و خب این نکته خیلی مهمیه. در صد نوار از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم روایاتی نقل کرده، اما در مورد وفات ایشون اونطوری که مشخصه تا زمانی که زید بن ثابت زنده هست و ایشون در واقع در حیات زید بن ثابت از دنیا رفته، چرا که زید بر مادرش نماز خونده. حالا زید بن ثابت در سال 45 هجری از دنیا رفته و خب که حسان در مورد ایشون مواردی رو نقل میکنه، احتمالاً ایشون قبل از این جریان از دنیا رفته باشن. خب تا جلسه دیگه و داستان دیگه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ مهربان میسپارم. امیدوارم خداوند یار و نگهدارتون باشه.